شعله‌های آتش. اما تو هر وقت فرصت کردی یه چکی بکن، ببین ردی چیزی نمونده باشه. خب؟ هوای بارانی خواهیم داشت و بعد از ظهر شاهد باران شدیدی در تمام نقاط کشورمون خواهیم بود. امروز هوا 12 درجه خواهد بود. خب با یه خبر داغ دیگه اخبار امروزمون رو ادامه میدیم. بازجویی از چلبیک‌های بیلی، فرماندار سابق که دیشب توسط پلیس ها در خانش بازداشت شده بود، هنوز ادامه داره. اسکندر چی شده؟ اخبار رو گوش میکردم. داداشتو گرفتن. چی کار کردن؟ داداشتو بازداشت کردن. دقیقا نمیدونم موضوع چیه، اما چون تو اخبار اعلام کردن. خوبه. یعنی چی خوبه؟ خوبه، خیلی هم خوبه. اسکندر دارم میگم داداشتو بازداشت کردن. چلبی رو. بره به جهنم. بیا عزیزم، اینم بپوش. هنوز صبونه نخوردیم ماما. آخ عزیزم، بهت قول میدم بهترین جا بهت صبونه میدم. کجا میریم ها؟ میریم پیش رویا. خاله رویا کجاست؟ محل کارش، داریم میریم دفترش. زود باش بریم، دیرمون میشه. بیا زود باش بریم. بیا دخترم، بیا بریم. صبح بخیر. صبح بخیر فاطمه. هولیا خانم کجاست؟ رفتن بیرون. خوبه، پس دیگه دعوای صبحگاهی نداریم. دارین میرین؟ بله، همونطور که میبینی. اما میگی من نمیدونم کجا رفتن، که حقیقته. نیازی هم نیست بدونی. باشه؟ زود باش بریم عشقم، بریم.
کی بود؟ چیچک، بابام از انبار نیومد. اطلس تو حرف زدی؟ تو حرف زدی؟ اطلس اطلس چی شده؟ حرف زد بابا، اینا گفت. دیگه چی گفت؟ گفت نمیدونم بابام تو انباری مونده و از این حرفا. خواب بد دیده عزیزم، اما حرف زد میگم. دیگه نمیدونم با کدومتون سر و کله بزنم. برای داداشت ناراحت بشم یا برای تو که چی برات مهم نیست. واقعا نمیدونم. خبر نداشتم. کل کشور این خبر رو فهمیدن اما تو خبر نداشتی. اگه دیروز جواب تلفن تو میدادی خبردار میشد. کار داشتم. البته پسرم کار داشته. دارم میگم کار داشتم. کار من این نیست که کثافتکاریای چلبی رو تمیز کنم. مؤدب باش. همه چی تموم شده دیگه، چه اهمیتی داره؟ الان به این گیر دادی؟ ببین اسکندر، من این همه راه اومدم تا خونه اون زنه فقط به خاطر تو. چرا؟ برای اینکه کنارم باشی، کمکم کنی. پس نمی اومدی؟ من گفتم بیای. داد نزن. تو از هیچی خبر نداری. اصلا تو میدونی داداش تو برای چی گرفتن؟ نمیدونم، نمیخوامم بدونم. فهمیدی؟ اسکندر ببین، نمیدونم مشکل چیه اما ما الان مشکل خیلی بزرگتری داریم. تو هم دیگه به خودت بیا. آره البته، آره 100%. اگه موضوع چلبی باشه خیلی مهمه، نه؟ خیلی. استاد خسته نباشین. بیا اوزان، بیا اوزان. بله. اون لپتاپ هم بیار، سایتو باز کن، همه چی رو به روز رسانی کن. من نمیتونم به کار برسم. سایت خودمون؟ چی فکر کردی پسر؟ از دیشب همه دارن در مورد ما حرف میزنن. آخه هیچ کس بهتر از ما جزئیات عملیاتو نمیدونه. استاد پس همه چی داره خوب پیش میره. بهتر از اینا میشه اوزان جان. تو ادامه بده، من یه 5 دقیقه میرم بیرون. استاد چه 5 دقیقه ای؟ شما اگه میخواین برین من حلش میکنم. خودم تا شب همشو تموم میکنم. نمیشه نمیتونی تا شب بمونی. بیا. چرا؟ ببین این چیه استاد؟ بیمت کردم، 2 ماه حقوقتم پرداخت کردم. چرا استاد؟ چی چرا؟ این همه وقت برای رضای خدا کار میکنی؟ باشه اما این همه بدهی، شکایت از نشریه. تومریز حلش کرد، یه توافق کردیم. من به مبارزه ادامه میدم، اونم کمک میکنه نشریه سر پا بمونه. کارش انجام داد. نمیدونستم. اگه تومریز نبود ما الان اینجا نبودیم که. خیلی کمکمون کرد، اما ازش قرض گرفتم. وقتش که برسه اونم پرداخت میکنم. فعلا بیاد بیرون. اگه خدا بخواد فردا میاد. آها پس خوبه.
اینطوری دیگه با هم تنهایی یه غذایی میخورین توی فضای رمانتیک. خجالت بکش. باشه بابا چیزی نگفتم. من نمیدونم منظورت از این حرفا چیه. زود باش، به جای حرف زدم پاشو. کلی تلاش کردم تا اونا ردیف بشه. زود باش. باشه هنوز نشسته. استاد استاد من حقوق و بیمه رو قبول کردم، اما شراکت نشریه دیگه چیه؟ اون برای گرفتن وام لازمت میشه. چه وامی استاد؟ برای خونه دیگه. مامانت بهش احتیاج داره. فکر میکنی من نمیدونم چی شده؟ فکر میکنی من نمیدونم چه اتفاقی برای اون خونه افتاده؟ باشه، قبول از دست دادیش، اما باید دوباره سر پا بشی. اون پولو بذار تو بانک. سننده اینجا رو برای ضمانتش میذارم. پولو بگیر، یه خونه خوب اجاره کن، بعدش کار میکنی، پرداخت میکنی. نگرانش نباش. استاد شما سرم من کاری نکردم، همش تلاش خودت بود. تو جنگیدی و برنده شدی. ممنون. زود باش پسرم، زود باش. باشه هنوز وایستادی که باشه. میگه تا وقتی حضانت بچه بابا باشه نمیتونی جایی ببریش. آخ رویا، خدا بگم چی کار کنه با اون طلاقش و حضانتش. درکت میکنم. الان چی کار کنیم؟ راستش اینقدر فکر کردم نتونستم تا صبح بخوابم. طرفو انداختیم زندان، اما بچه‌مو نمیتونم ازش بگیرم. مگه میشه؟ راستش مسئله شما خیلی پیچیده شده. منم از هیچی مطمئن نیستم. من همین الان میام. سرکان بفرمایید. منم میتونم یه سوال در مورد یه پرونده بپرسم؟ اگه بتونی هزینه مشاورمو پرداخت کنی. از حقوقم کم کن. الان میتونم پسرمو ببینم؟ وکیلمونم اینجاست، اونم همراهمون میاد. البته به شرط اینکه کوتاه باشه میتونیم ببینیمش. به نظرتون برای کسی که هنوز جرمش ثابت نشده این فشار یکم زیادی نیست؟ هر چی باشه، اگه مشکوک به قاچاق آثار تاریخی باشن، پلیس همینطوری با مجرم برخورد. چی گفتی؟ چی؟ داداشم به خاطر چی اینجاست؟ واقعا نمیدونی؟ نمیدونم که دارم میپرسم. تازه با خبر شده. اسکندر خان، داداشتون الان مظنون اصلی قاچاق آثار تاریخی کشوره. حالا هرچی، الان میتونیم بریم ملاقاتش یا نه؟ بله. اول کی میخواد بره؟ من میرم. پسرم. مامان، میخوام با داداشم حرف بزنم. با اجازت رو. هر جور بخواین. بفرمایین اسکندر خان. یعنی رویا درست گفت؟ خب به قول رویا موضوع یکم پیچیده است. تا جایی که من فهمیدم گفتین به خاطر اینکه تحت فشار بودین مجبور شدین از طلاق گرفتن منصرف بشین، درسته؟ بله. باشه، پس اولین کاری که باید بکنین اینه که اعلام کنین نمیخواین تصمیمتون رو عوض کنین. پس مشکلی وجود نداره نه؟ نه، اما
در مورد حضانت بچه یه مشکلی هست. وقتی شما طلاق رو قبول میکنین، در این حال قبول میکنین که حضانت بچه هم دست همسرتون باشه. پس برای همین تنها کاری که میشه انجام داد اینه که به حکم حضانت اعتراض کنین. فقط همین. خب نمیتونیم حضانت رو بگیریم؟ چون چلبی بازداشت شده شانس بیشتری داریم نه؟ راستش دقیقاً اینطوری نیست. این دوتا پرونده کاملا از هم جدا هستن. در ضمن هنوز هیچ حکمی هم صادر نشده. اگه میخواین حضانت بچه رو بگیرین، باید در درجه اول ثابت کنین که چلبی صلاحیت پدر بودن رو نداره. مثلا خشونت جسمی؟ مثلا اگه میتونستیم اینو ثابت کنیم، همه چی همون اول حل شده بود. خب ضرب و جر یا هر چیزی. راستش چند روز پیش یه کارایی کرد، اما ردشون دیگه از بین رفته. نمیدونم فایده داره یا نه. توصیه میکنم تحت هر شرایطی گزارش بگیرین. به غیر از این حتی اگه ثابت کنیم که میل به خشونت داره، نمیدونم تو گذشته مثلا از رفتار خشونت آمیز سر کار گرفته یا هر چیزی که بتونیم ثابت کنیم این رفتار خشونت آمیز همیشه داره. راستش یه چیزی هست. اسین اجه. آره. اسین اجه کیه؟ دوست دختر سابقش که قبلا رفتار خشونت‌آمیزی باش داشته. میدونیم که تو سوئیس بستری بوده اما نتونستیم پیداش کنیم. خیلی خوب، راهی نیست که پیداش کنیم؟ قبلا نبود، اما الان ممکنه باشه. من تو خونم. چلبی نیست. لپتاپش خونه است. میخواین جاسوسی کنین؟ نمیارزه. چرا؟ چرا تنها آمدی؟ وکیلا کجان؟ باید باید خصوصی حرف بزنم. چه حرفی اسکندر؟ من امروز باید بیام بیرون. مهمترین مسئله اینه. عجیب نیست که تو بیشتر از من شبیه مامانم هستی، چون اونم همینو بهم گفت. اگه میخوای چرت و پرت بگی پاشو برو بیرون. وقت ندارم. وکیلا رو بفرست. به من دستور نده. همینطوری اعصابم خورده. حوصله‌تو ندارم. آتش سوزی مراسم خیریه کار تو بود؟ نمیدونم. یکم فکر کن اسکندر. فکر کن. فکر میکنی یه همچین کار بزرگی رو به عهده تو میذارم؟ اما چی شد؟ با تصمیمای احمقانت همه چی رو خراب کردی. تو از اول همه چی رو میدونستی؟ آره، به غیر از مواد منفجره. تو به من دروغ گفتی. تو بهم دروغ گفتی، بعد جوری رفتار کردی که انگار هیچی نمیدونی و ازم سوال پرسیدی. تو نگو که همه چی از اول میدونستی. تو ازم استفاده کردی. من ازت استفاده نکردم. امتحانت کردم. نیازی به تو ندارم. امتحان کردی؟ عقب کشیدم. نگاه کردم. بهت فرصت دادم. اما متاسفانه تو لیاقت اینو نداشتی که بهت فرصت بدم. من بودم که لیاقت این فرصت رو نداشتم ها؟ الان کی تو بازداشتگاه؟ من از اینجا میام بیرون اسکندر. اینطوری فکر کن. با من جوری رفتار کردی که انگار یه مجرمم. اما پشت همه این آبروریزی‌ها بازم تو بودی. هر چیزی در موردت میگن درسته. همش. کارایی که با جمره کردی، بقیه اون زنا، اونی که تو پارک کتکش زدی، اونی که فرستادیش سوئیس، همه این کارا رو کردی نه؟ شاید کردم. خودتو نجات دادی. از اینم نجات پیدا میکنی. آره؟ تا امروز همینطوری بوده مگه نه؟ اما قسم میخورم این دفعه اینطوری نیست. این دفعه من جلوتو میگیرم. تو گفتی بولت برگرده نه؟ زندگیمو نابود کردی. تاوانشو پس میدی. خیلی هم سنگین.
سلام به همه. چطوری؟ خوبم. تو چطوری؟ خوبم. وایسا کمکت کنم. ممنون. خیر باشه. کجا میری؟ خوش اومدی پسرم. ممنون مامان. خب مریضمون خوب شده دیگه. آی دخترم خیلی با عجله رفتی، اینطوری نشد که. مامان کلی کار دارم، نرم از کارم اخراج میشم. آها داری بر میگردی؟ همینطوره. خب دیگه خداحافظ خانوما. وایسا بیا ببوسمت. عزیزم. آی دخترم مامان 1000 بار بغلم کردی. باز که میتونی بیای پیشم عزیز دلم. خب میای تو آنکارا دیگه. هر چقدر دوست داشتی میتونی پیشم بمونی. خاله سحر میبوسمت. برو به سلامت دختر. ممنون. خداحافظ. خداحافظ زینو. ناراحت نشو عزیزم، ببین اونم کار داره باید بره. گفت بیا پیشم، میری آن کار خونش باشه. مگه میشه آدم بچهش کنارش نباشه؟ هی میاد و میره. خب دیگه بیا بریم تو. بیا شما برین. بیا چی شده؟ مشکلیه؟ نه خبر خوبی دارم. شما برین، منم یکم دیگه میرم. آها باشه. چی شده؟ داداش نمیدونم چطوره اینو بهت بگم، اما از یه طرفم داداش بگو چی شده دیگه؟ اومدم خونه خاله اسمت مامانمو ببینم. خب بعدش؟ داداش زینو دوباره داره میره. گفتم بهت خبر بدم. به خاطر چیز بهت گفتم. گفتی دلشو شکستی. به خاطر یه معذرت خواهی دوباره 10 سال منتظر نمون داداش. گفتم بهت بگم. باشه ممنون. خواهش میکنم. از اونجا دور شو. من میخواستم فقط اینا رو بذارم. حالا نمیخواد بری اونجا. میتونی تو اون یکی انباری بذاریش. باشه. جانم. خوبی؟ چی شده؟ نیستم. خوب نیستم. من نمیتونم با این اتفاقات کنار بیام. نمیتونم. شدنی نیست. چی شک میشه؟ باید بشه. ببین تو دیگه یه مادری، یه بچه داری، اطلس. به خاطر اون باید به فکر آیندت باشی. تو خوبی؟ شنیدم چلبی رو بازداشت کردن. تحت بازداشت الان. اگه زندانی نشه چی؟ به هیچ وجه اجازه نمیدم چیچک. بهت قول دادم. سر قولم هم هستم. جمره خانم. چی شده فاطمه؟ تعجب کردی؟ چیزه من انتظار نداشتم بیاین. منم انتظار نداشتم. مامان میشه با تبلتت بازی کنم؟ آره میشه. مدرسم که نرفتی. لااقل از روز تعطیل لذت واقعا مامان؟ واقعا؟ ممنونم مامانی. خواهش میکنم. چیزه هولیا خانم اومده؟ هنوز نیومدم خانم.
باش. امری ندارین جمره خانم. راستش دارم. میشه برای گونش مانتی درست کنی؟ البته درست میکنم. باش، خیلی دلش تنگ شده. میدونی که مانتی دوست داره. میدونم. الان میرم. اینو چی کارش کنم؟ روانی. آره، آخرش 2 تا 0 داشت. آره، بیمارستانی که چلبی براش پول فرستاده همینه، اما اجازه نمیدن بیمارا رو ببینیم. شاید تو به عنوان وکیل. باشه، حلش میکنم، نگران نباش. باشه جونم. باشه. به من گفتن ساعت 4 بیام. 10 دقیقه تأخیر داریم. یه ذره منتظر باشیم میاد. باشه، ممنونم. تو برای چی اومدی؟ اگه نمیخواستی حرف بزنی واسه اون اومدم. باشه، حرف بزنیم. 10 دقیقه وقت دارم. چیه؟ میخوای واسه حرف زدنمون تایم بگیری؟ 1 دقیقه همین الان رفت. خیلی خوب، معذرت میخوام. باشه دیگه، همین بود. خوبه، به سلامت. یعنی چی؟ دقیقا به همین دلیل نمیتونیم هیچ وقت به تفاهم برسیم. چه دلیلی؟ این که همیشه حقو به خودت میدی. چون حق دارم. نداری. زنگ نزدی، بعد از سالا پاشدی اومدی، انگار نه انگار که چیزی شده میخوای ادامه بدی. مگه میشه؟ یه لحظه وایسا. بهتره در مورد این موضوع به تفاهم برسیم. من تو رو ترک نکردم، فهمیدی؟ تو به من گفتی زین و برو، ما با هم نمیتونیم، منم رفتم. آره، چون نمیتونستیم. چرا ما نمیتونستیم؟ ها؟ من و تو یه محله با هم بزرگ شدیم. تو قبل از اینکه عشق من باشی دوست من بودی. به چه دلیلی ما نمیتونستیم ها؟ هیچی. پس موضوع چیه؟ حق با منه. نه، حق با تو نیست. بذار اینو بپرسم، این همه سال چرا زنگ نزدی؟ میتونی جواب این سوالو بدی؟ میخوای منو دیوونه کنی؟ ها؟
به خاطر این بوده که منو نمیخواستی؟ یعنی میگی یه ذره‌ام غرور نداشته باشم؟ اونم به خاطر غرور بود؟ اون چیه؟ بهت میگم یکی تو زندگیم هست وقتی دیدیش هرچی از گذشته یادت بود بهش گفتی، بعدش گیر دادی میگی من تسلیم نمیشم. اگه غرور داری پس چرا این کارو کردی؟ چیزو نگفتی؟ بوسیدمت؟ اونو نگفتی؟ اونم بگو. وا چه کاریه؟ مگه چیه؟ بوسیدمش. ای بابا الان غرورم یادم اومد، دارم میرم. نمیتونی بری. چرا؟ تو جلومو میگیری؟ نه جلو نمیگیرم، اما تو هم نمیری. چرا؟ چون اگه الان بری باز میخوای بگی تو باعث شدی من دیگه برنگردم به محلمون. اجازه نمیدم، نمیشه بری. به تو چه؟ هر چی بخوام میگم. نمیشه بری چون نه اون موقع بهت گفتم برو نه الان. اما نگفتی بمون. میشه واضح تر حرف بزنی؟ ها؟ نه واقعا دارم میگم میشه واضح تر حرفتو بزنی؟ دارم واضح حرفو بهت میگم. حرف نمیزنی داداش من نگو داداش، من داداش تو نیستم. خب پس تو چیه من هستی؟ دوست پسرمی؟ نیستی. دوستمی؟ نیستی. داداشمی؟ نیستی. پس تو چیه من هستی؟ چیه من هستی؟ به من بگو دیگه. خب باشه. قبلا همه چیز من بودی، اینطوری میگفتی همه چیزتم، مگه نه؟ مال اون موقع بود. منم دارم همینو میپرسم. اون موقع بود. خب الان تموم شد. یه چیزی بگو دیگه. یه چیزی بگو تموم شد. بگو دیگه. وقتی تو چشمات نگاه میکنم هیچ حسی ندارم. زینب بگو دختر من دیگه. بگو دیگه عمر. اصلا من هیچی بهت نمیگم، هیچی نمیگم. اصلا تقصیر منه که اومدم اینجا ازت عذرخواهی میکنم. باشه هر کاری میخوای بکن، من هیچی نمیگم. نمیگی چون تو دروغ نمیگی. چلبی برای اینکه بیاد بیرون هر کاری بتونه میکنه. اینو میدونیم کمیسر، مطمئنیم. چلبی دیگه هر کاری میکنی باز یه راهی پیدا میکنه. کمیسر این یارو الان دست و پاش بسته است. صدای ضبط شده شو دارین. موقع قاچاق آثار تاریخی گرفتینش. دیگه به این راحتیام نیست. آره درسته، اما بهتره شما مراقب باشین. 2 تا از بچه ها تو محله میچرخن. چی کار کردین؟ چی کار کردم؟ شما اصلا نمیفهمین؟ اونا حواسشون به همه چی هست. خب الان داداشم کمیسر درست میگه. یه بار این کارو کرده به این معنی نیست که دوباره نخواد امتحانش کنه. طرف الان گیر کرده، تو اولین فرصت حمله میکنه. عمر این اگه بخواد به من آسیبی برسونه بزرگترین اشتباه زندگیشو کرده. میفهمی؟ دیگه انقدر مخش تاب نداره. برعکس خیلی باهوشه. اگه چیزی رو بخواد یه راهی براش پیدا میکنه. پسرم چطوری؟ اگه زودتر بیام بیرون بهتر میشم. چطوری پسرم؟ چطوری میخوای بیای بیرون؟ با کمک تو به هم کمک میکنی؟ البته که میکنم، کمکت میکنم. بدون سوال و جواب، بدون اما و اگر. پسرم فقط کافیه تو بیای بیرون. البته که کمکت میکنم. خب چه نقشه ای داری ها؟ چطوری میخوای بیای بیرون؟ فوراً یکی رو بذار جمره رو تعقیب کنه. آخ نکن چلبی، بازم جمره؟ حرفم تموم نشده. خب جمره و اوزان رو تعقیب کنین. فیلم، عکس و هر چیزی که نشون بده به هم نزدیک شدن رو میخوام. تا روز دادگاه سایه به سایه تعقیبشون کنیم.
به چه دردمون میخوره؟ جمره و اوزان برام تله گذاشتن. شریکم درسون یامان منو با تهدید مجبور به همکاری کرده. چه تهدیدی ها؟ من سعی میکردم زندگیمو نجات بدم. شریکم برای اینکه منو قاطی کارهای کثیفش کنه از زنم استفاده کرد. چون به درسون و شراکتمون شک داشتم و شک کردم که کارهای غیرقانونی میکنه، خیلی وقته که سعی دارم این شراکت رو به هم بزنم، اما اینو قبول نکرد. منو از خانواده‌م و زنم دور کرد. منو تهدید کرد که خبر معشوقه زنم و همه جا پخش میکنه. من تظاهر کردم تسلیم شدم. هدف من این بوده که آثار تاریخی رو تحویل پلیس بدم، اما اونا برام تله گذاشتن. چه تله‌ای؟ درسون یامان منو با زنم تهدید کرد. جمره و اوزان برای اینکه من از دور خارج کنن برام تله گذاشتن. جمره در حالی که میدونست من بیگناهم پلیسا رو گول زد. منو توی تله برنامه ریزی شده انداخت. در ضمن تو هیچ کدوم از مدارک هیچ امضایی ندارم. همه چی توسط درسون یامان انجام شده. همه جرم و گردن درسون یامان میندازم. تنها چیزی که دستشون میمونه صدای ضبط شده است. به جز تو به کسی اعتماد ندارم. تو انجامشون میدی؟ البته، تو هر چی بخوای انجامش میدم. بین وکیلا اردامو خبر کن. کلمه به کلمه ی حرفای منو بهش بگو. جز اون به کسی اعتماد نکن، حتی اسکندر. اردم بره پیش عدنان. عدنان تو دادگاه اعتراف کنه که با درسون یامان همکاری کرده. در واقع میگه خیلی وقته که داره برای اون کار میکنه. این که منو با جمره تهدید کردن و هدفم نبوده که تو این بازی کثیف قاطی بشم و این که منتظر فرصتی بودم که بتونم جلوی درسون رو بگیرم. اما چون عدنان برای درسون کار میکرده همه ی نقشه‌هام خراب شده. هم از طرف شریکم و هم از طرف زنم به هم خیانت شد. همه باید ببینن که تو چه شرایطی قرار داشتم. روز دادگاه تو بدترین حالت بدون بازداشت مجازات میشم. خب دیگه داداش، اگه اینطوریه که میگی خوبه. ما یه جای دیگرم ببینیم، بعدش برمیگردیم پیشت، باشه؟ هر جور بخوای. ممنون. خسته نباشی. ممنونم. خوبه. اجارش هم مناسبه. به نظرم برای تو مادرت خوبه. راستش جمره بدن باشه چاره ای نداریم. بهتر از اینه که خونه همسایه باشه. اینطوری نگو. تو هر کاری تونستی کردی. کجا رو نگاه میکنی؟ هیچ جا. نگران چیزی هستی؟ این راستش آره قبول. چلبی رو دستگیر کردن اما اون ما رو دید اوزان. سعی کرد تو رو بکشه. همه پازلا دارن تو مغزم سر جاشون میشینن. به نظرت نباید نگران باشم؟ تو نگران نباشون، الان دنبال حل مشکل خودشه. آدمایی مثل اون همیشه به فکر خودشونن. بهش فکر نکن. اشتباه میکنی. مغز اون دوگانه کار میکنه. اون وقتی داره خودشو از اونجا نجات میده به کسایی که باعث شدن به این روز بیفته هم فکر میکنه. جمره میشه دیگه اینقدر نترسی؟ نمیتونم. جمره نکن اوزان، نکن. اینجا این کارو نکن. میدونستی هیچی برام بدتر از این نیست. میشه همیشه منو دوست داشته باشی؟ اوزان تو رو خدا، در مورد اینا 1000 بار حرف زدیم. لطفاً اینجا حرف نزنیم، خواهش میکنم. باشه؟ تو همون یکی خونه رو بگیر. کرایش مناسبه. همسایم میشیم. وقتی کوچیک بودیم با عمر از روی این میله ها میپریدیم. حتی یه بارم از اینجا افتاد دست شکست. یه لحظه تصورش کردم. مگه میشه نکنی؟ دوبله شده در استودیو جی.